فرشاد سایلنت بچه‌ها، فرشاد سایلنت آخرین ویدیوشو، یعنی اولین ویدیوشو 4 سال پیش گذاشته، 186,000 تومان ویو خورده و چنلش 2018، یعنی ورود به یوتیوبش 2018. فاینالی پشمام ما پشمام بذار دوباره ببینیم، مقایسه‌ش هم میذارم براتون. فاینالی الان مقایسه‌ش هم میذارم. سوینا گاز چطوری بچه‌ها؟ فرشاد سایلنت هستم، خوش اومدید. تفاوتو ببین. خانم میا پلیز 6 سال پیش. خب همه ما بلیزارد و به فرانچایزهای معروفی مثل استارکرافت، وارکرافت و دیابلو میشناسیم. وای سلام نکرد. اینه که اوورواچ فقط به صورت آنلاین میشه بازی کرد. برای من شخصا یه مقداری بعد از عرضه بازی طول کشید تا بتونم مشکل اینترنتمو رفع کنم و بازی رو شروع کنم. واقعا میتونم بگم یکی از با شخصیت ترین آدمایی که توی یوتیوب هست خانم میا پلیز. بعد گوشش اون موقعی که ادیتای همه چیز بود، ادیتای میا پلیز یک شوت سر 6 سال پیش. من دوستان امیدوارم که حال همتون خوش خوب اومدی. این ویدیو می‌خوام یه نگاهی بندازم. مثل وای یه زنگ خدا ببخشید داریم مثل عکس سیدت چهار پاسپورت خیلی باحاله. حالا بریم سلام جدیدشو ببینیم. شاید زندگی خصوصی افراد موفق و معروف توی دنیا برای خیلیامون